سلام دوستای قشنگم، چطورین؟ حالتون خوبه؟ من چند روز نبودم چون همونطور که بهتون گفتم یکی از دغدغه هایی که توی ویدیوی قبل بهش اشاره کردیم که سر کار نمیری و میخوای درس بخونی و به مهاجرت فکر کنی، انگار که دیگه درآمد نداری، حالت با خودت خوب نیست، میگی وای من 30 سالمه. از یه طرف دوست داری برای آیندت بجنگی، از یه طرف میدونی برای اون آینده از خیلی چیزا باید بگذری. به خاطر همین چند روز حالم خوب نبود، خیلی دوست داشتم گریه کنم، دوست داشتم که تنها باشم و به این فکر کنم که آقا اصلا این چه آینده‌ای من انتخاب کردم. و یا به خودم گفتم خب اون زندگی که توی اینجا میخواستی یه حقوقی بگیری یا زندگی عادی، خب اوکی بود باست، چرا انتخابش نخواستی بکنی؟ بعد به خودم گفتم نه، اون چیزی که من میخوام به سختی به دست میاد، پس باید براش تلاش کنم. این جوشایی که الان دارم، وزنم که رفته بالا، هورمونام که به هم ریختن، همه رو باید بتونم متعادلشون کنم و بتونم از این مرحله عبور کنم. با پیجم همراه باش تا ببینیم اون مرحله میرسی یا نه.